أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب کتاب ریاض الصالحین حدیث 544. امام نووی رحمه الله در حدیث 544 میگوید و عنه قال، یعنی از وی روایت است که گفت، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایکم مال وارثه احب الیه من ماله، یعنی هر کدام از شما، ایکم یعنی هر کدام شما، مال وارثه یعنی مال وارثش، یعنی مال وارث هایتان، احب الیه من ماله محبوب تر است برایتان از مال خودتان دیده، یعنی کی از مال خودش ده مال وارثش بسیارتر دوست می‌دارد. خلاصه سوال همین است که کی از مال خودش ده مال وارثش بسیارتر دوست می‌دارد. قالوا، صحابه گفتند یا رسول الله، ای رسول الله، ما منا احد الا ماله احب الیه، یعنی نیست کسی از ما مگر اینکه مال خودش محبوب تر است برایش، یعنی هر کس مال خودش از وارث ده مال خود بسیارتر دوست می‌داری. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت فان ماله ما قدم، پس پیغمبر گفت پس هر آینه مال هر انسان خودش ما قدمه، آنچه را که تقدیم کرده است، آنچه را که خرج کرده است، آنچه را که بخشش کرده است، این مال خود انسان است. و مال وارثه ما اخره، و مال وارثش است آن چیزی را که باقی گذاشته است، یعنی که آنچه که در دستش میماند بعد از وفاتش این مال از کی می شود؟ از وارثش می شود، از باقی مانده هاش می شود. پس مال خود انسان همونی هست میگه که خرج میکند و بخشش میکند. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده هست. بعد از این حدیث 545 و عن عدی بن حاتم رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، از عدی بن حاتم رضی الله عنه روایت است هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اتقوا النار ولو بشق تمرتین، یعنی که دور کنید خودتان را از آتش دوزخ و اگر به یک نصف خرما هم باشد، نصف خرما هم باشد بتیید و خودتان را از آتش دوزخ دور کنید، پناه بتیید و حمایت بکنید از آتش دوزخ. حدیث متفق علیه است. اینه که صدقه دادن این نیست که مال کلان باشد، بلکه صدقه دادن هر چی قدری که باشد، عن ظهر القلب باشد، پس اون، یا عن ظهر الغنا باشد، پس اون صدقه را چی میگن؟ صدقه نجات دهنده صاحبش. خب بعد از این حدیث 546 و عن جابر قال، از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت ما سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم شیئا قط فقال لا، حضرت جابر میگوید پرسیده نشد رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی را هرگز رسول الله گفته باشد لا، رسول الله نه گفتگی باشد، یعنی یگان بار نشده است که رسول الله از چیزی پرسیده شود و رسول الله نه گفتگی باشد. حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 547 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من یوم یصبح العباد فیه الا ملکان ینزلان، ما من یوم، نیست روز، من را ترجمه نمیکنیم، نیست روز، یصبح العباد فیه، روز کند شب را بندگان در آن، یعنی که روز شود، یعنی شب روز شود، الا ملکان ینزلانی، مگر اینکه دو ملائکه میفراید، یعنی خلاصش که هر سحر
دو ملائکه میفراید. فیقول احدهما، پس یکی از اون دو ملائکه میگوید اللهم اعط منفقا خلفا، یعنی ای بار الها انسان منفق را بده خلف، یعنی عوضش ده بده. هر انسانی که منفق است، یعنی که انسان صدقه دهنده را خلفش بده، یعنی در عوض صدقه دادگیش براش بده. و یقول الاخر، و دویومش میگفته است و میگفته است دیگرش که اللهم اعط ممسکا تلفا، ای بار الها بده انسان ممسک را، انسانی که بخیل و بگیم صدقه نمیدادگی است، تلفاش بده، یعنی که ضررش بده، زیانش برسان. ای الله گفته این دو ملائکه دعا میکرده یعنی. حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 548 و عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، و از وی یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت قال تعالی، قال الله تعالی، میگه که گفت الله تبارک و تعالی انفق یا ابن آدم، انفق یا ابن آدم ينفق علیک، یعنی که انفاق بکن، صدقه بده ای فرزند آدم، ينفق علیه، یعنی که صدقه داده میشوی تو، یا که انفاق کرده میشوی تو، برات انفاق کرده میشود. حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 549 و عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما، از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر آینه میگم مرد پرسان شد پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ای الاسلام خیرون، یعنی کدام خصلت ها و ویژگی ها و نمونه های اسلام بهتر است، کدام عمل در اسلام بهتر و خوبتر است. قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت تطعم الطعام، یکم خصلت اطعام طعام است، یعنی خوراک دادن، یک کس خوراک دادن، یک کس شکمش سیر کردن، این بهترین خصلت های اسلام می باشد. و دوم و تقرأ السلام على من عرفت و من لم تعرف، و دوم سلام، و تقرأ السلام یعنی بخوانی سلام رو، مقصد که سلام بدهی علی من عرفت و من لم تعرف، کسی را که میشناسی و کسی را که نمیشناسی. آدمی را میشناسی و نمیشناسی یعنی مسلمان را، پس تو اون را سلام بده. این بهترین خصلت های اسلام می باشد. حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 550 و عنه قال، یعنی از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم 40 خصلتا، یعنی 40 خصلت هست، 40 صفت نیک هست، اعلاها یعنی بالاترین این 40 صفت و بالاترین و بزرگترین این 40 صفت منیحة العنزی، منیحة العنز یعنی که بعاریت دادن یک بوز شیرده هست. اگر انسان یک بوز شیرده دارد این را بعاریت میتونه که امانت میتید که برد اون انسان از شیر این استفاده برد، با شیرش خلاصید گردانده میاره میتیش، فقط برای شیرش یک کسی میتید. پس این میگه از بهترین خصلت ها است. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. ما من عامل یعنی نیست یگان عامل، نیست یگان عمل کننده و انجام دهنده، یعمل بخصلة انجام بدهد، بخصلة یعنی یکی از، بخصلة منها یکی از انا همین 40 خصلت یکی اش را، یعنی یکی از همین 40 خصلت را انجام بدهد، رجاء ثوابها با امیدی ثوابش، یعنی امید کند ثواب اون خصلت را،
و تصدیق موعودها و باوری داشته باشد. موعود یعنی پاداش، یعنی همون خصلت ده، پاداشی که وعده داده شده است برای اون خصلت، با اون تصدیق داشته باشد، ایمان کامل داشته باشد. الا ادخله الله تعالی بها الجنه، مگر اینکه داخل میکند الله تبارک و تعالی به سبب همون خصلت انجام دادهش الجنه، این انسان را داخل جنت میگرداند. الله سبحانه و تعالی این انسان را داخل جنت میگرداند. یعنی که هر کسی که یکی از اون خصلت را انجام بده با دو علامت: رجاء ثوابها و تصدیق موعودها، با امید ثواب و باوری داشته باشد به آن وعده که بر آن ثوابی که وعده شدگی است. خب رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است. و قد سبق بیان هذا الحديث فی باب بیان کثرت طرق الخیر. میگد که واقعا گذشت بیان این حدیث در بابی بیان کثرت طرق الخیر، یعنی بیان بسیار بودن راه های خیر. یعنی پیشکی این حدیث یک بار تقریبا گرفته بودیم. خب بعد از این حدیث 551 و عن ابی امامه سدی بن عجلان رضی الله عنه قال، میگد که از حدیث 551 از ابو امامه سدی بن عجلان رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم: یا ابن آدم، یعنی ای فرزند آدم، انک ان تبذل الفضل خیر لک. انک هر آینه، ان تبذل، اگر کی، ان اینجا به معنای این است، این شرطیه نبگیم، اگر کی تبذل یعنی کی بذل کنی، بخشش کنی، بدهی الفضل، فضل یعنی کی آنچه که از زندگی خودت زیاد است، یعنی مال ثروتی که از زندگی زیاد است، اون مال و ثروتی از زندگی زیاد را خرج بکنی، بدهی، خیر لک، این بهتر است از برای تو. و ان تمسکه شر لک، و اگر که اون مال زیادی از زندگی خودت را با خودت نگه بداری، شر لک یعنی بد است برای تو. ولا تلام علی کفاف، یعنی و سرزنیش نمی شود، و سرزنیش کردن نمی شود، علی کفاف، بر آن، بر کفاف یعنی بر آن مالی که به اندازه نیازت است، به اندازه احتیاجاتت است. مال را به اندازه احتیاجت نگه بداری، در اون سرزنیش و ملامت وجود ندارد. و بدع بمن تعول، پس یعنی که در بالا گفت که ان تبذل، یعنی که بذل خرج بکنی، بدهی. اکنون همین دادن هم میگه چیکار کن؟ و بدع، شروع بکن دادن را، بمن تعول، با کسی که نفقش در گردن تو است. تعول یعنی که نفقه اون انسان در گردنت است، پس انا همونها را بته مالت را یا که خرج بکن در همونها. والید العلیا خیر من الید السفلا، دست بالا یعنی که دست دهنده یا دهنده، خیر من الید السفلا، بهتر است از دست پایان، یعنی که بهتر است از گیرنده. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 552 و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت ما سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاه، میگه که پرسیده نشد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الاسلامی، یعنی برای اسلام، برای قبول کردن اسلام. یک بگیم کافر بیاد بگه که مرا فلان چیز من مسلمان میشوم، یا فلان کار مرا بود کنین من مسلمان میشوم، همین خیر رسول الله را گفتگی باشن، میگه الا اعطاه، مگر اینکه رسول الله چیز دادگیشه براش. یعنی کافر هر چی که میخواست تا اینکه مسلمان شود، پیغمبر میدادشون چیزا، اما یعنی که دوری نمیجوست یا که ردش نمیکرد، میداد تا اینکه مسلمان شود. ولقد جاءه رجل، میگه واقعا آمد نزد پیغمبر مردی، یک مرد میگه نزد پیغمبر اومد، فاعطاه غنما بین جبلین، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کافر هم میگه دادش گوسفندان را که بین جبلین، به در بین دو کوه بود، یعنی یک سرک بگیم یک
رمه دادش، یا رمه براش داد این کافر، این مرد برای مسلمان شدنش. فرجع الى قومه فقال، پس بازگشت میگه همین مرد به نزد قومش و قومش گفت یا قوم اسلمو، گفت ای قوم مسلمان شوید، فان محمدا یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، پس هر آینه گفت محمد صلی الله علیه و سلم میدهد دادنی را کی میدهد عطا، یعنی چیزایی را میدهد کی من لا یخشى الفقر، کسی که دیگه فقر و کمبغلی دیگه در اون نیست، یعنی یک نمود مال میدهد که دیگه تا آخر عمرت بسندت است، دیگه کمبغلی در اونجا وجود ندارد. پیغمبر گفت همین قدر چیز میتونه قوم بیان مسلمان شوید. و این کان الرجل لا یسلم ما یرید الا دنیا، و این دیگه یعنی که و چقدر بسیار کان الرجل، یعنی بودند مردان، رجل یعنی بود مرده که مردای بود قومایی که لا یسلمو یعنی مسلمان میشدن، ما یریدو الا دنیا، اونها چیزی نمیخواستن مگر دنیا، یعنی مسلمان به خاطر دنیا میشدن. تا میدن پیغمبر قدر میتیاد می آمدن مسلمان میشدن. فما یلبث الا یسیرا، پس نمیگذشت میگم از زمان مگر کمی، یعنی کم ترک وقت که میگذشت، حتی یکون الاسلام احب الیه من الدنیا ما علیها، تا اینکه میگشت میگه اسلام میشد، میگه اسلام محبوب تر برای اون از دنیا و هر آنچه که در دنیا هست. یعنی برای دنیا شده بعضی ها می اومدن مسلمان میشدن، بعد مسلمان شدن دیگر دنیا براشون مهم نبود. چرا؟ زیرا که بگیم مهر و محبت و شفقت و این چیزهای مسلمان ها را میدیدن و از پیغمبر را میدیدن و صادقانه که بگیم عمل انجام میدادن، الله سبحانه و تعالی مهر و محبت هر چیز از قلبش دور میکرد و فقط به دین محبت داشت و بس، اسلام در محبت داشت و بس. پس محبوب ترین چیز در نزد چی بود؟ اسلام بود. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 553 و عن عمر رضی الله عنه قال، از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم قسما، میگه تقسیم کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم را، یعنی که اموال را، مال و ثروت را رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کرد. فقلت، پس میگه من گفتم، حضرت عمر میگه من گفتم که یا رسول الله، ای رسول الله، لغیر هؤلاء کانوا احق به منهم، حتما غیر اینها، این کسانی که پیغمبر تو دادی، غیر این کسان کانوا احق به منهم، یعنی حقدارتر بودن از اینها دیده با این مال، با این مال، یعنی دیگرها حقشون زیادتر بودن، حقدارتر بودن، اونها محتاجتر بودن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ انهم خیرونی، هر آینه اونها من را در بین دو اختیار گذاشتند، همین قومی که من مالشون دادم، اینها مرا در بین دو اختیار گذاشتن. خیرون یعنی مختار کردن مرا در بین دو چیز. اون دو چیز چی است؟ اون دو چیز ان یسالونی بالفحشی، یعنی که از من مال را میخواستن، مال را باید از من بگیرن، یکم گرفتن مال، یعنی مال را از من بگیرن بالفحش، با پافشاری، با بگم ازمگی، با گفتن بسیار، یعنی باید از من مال را بگیرد، یعنی که من یا مال را بتیم، این یکم خصلت است، یعنی که یکم اختیار است، یا مال را بتیم. اگر که مال را نتیم چی؟ دیم خصلت، یعنی که اگر یا نتیم دیم حکم میکنن. او یبخلونی، یعنی مرا بخیل میدونن، بعد مرا بخیل فکر میکنن. فهمو؟ یا مال را بتیم یا مرا بخیل میدونن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه ولستو ببخیلین، و من بخیل نیستم، و من بخیل نیستم. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 554 اینش انشاءالله درس آینده. بارک الله فیکم. این بود درس امروزمون. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.